عزیز، فانوک 10 داریم برای برنامه نویسی. شروع برنامه نویسی میخوایم انجام بدیم. تو این جلسه میخوایم سرچ کردن برنامه، ایجاد برنامه جدید براتون توضیح بدیم تو محیط پروگرام. همونجور که میبینید تو محیط زیر مانیتور پوزیشن، پروگرام، آفست، پروگرام چک. دکمه پروگرام رو میزنیم، خود برنامه میاد. برنامه‌ای که الان بوده و داشتیم میزنیم. یک بار دیگه همون دکمه رو میزنیم، لیست برنامه‌ها میاد. برای اینکه برنامه جدیدی ایجاد کنیم می‌نویسیم او، نگاه میکنیم که اون برنامه، شماره برنامه توی لیست برنامه نباشه. تو این لیست او 4 تا 4 نداریم. میگیم که او 4 دکمه اینسرت رو میزنیم، برنامه جدید ایجاد شد. برمیگردیم پروگرام رو میزنیم، شروع میکنیم به برنامه نویسی جدید. بعد برای اینکه از همونجا یه برنامه جدید رو صدا کنیم که برنامه‌ای که بوده قبلا سیو کردیم، میزنیم که او 303 رو داریم، 303 فوروارد سرچ رو میزنیم و برنامه او 3 تا 0 که توی لیست برنامه‌های ما بوده میاد. این دو حالت بود که بهتون توضیح دادم تو فانوک 10. این فقط برای سرچ کردن برنامه‌ای که بوده و برنامه‌ای که می‌خوایم جدیداً ایجاد کنیم. تا برنامه بعد و توضیحات بعد، خدا نگهدار.